با درود و احترام خدمت شما همراهان گرامی کانال فانوسپدیا، من ایوار فرهادی هستم و افتخار دارم با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. تصاویر 2 تن از نیروهای ارتش که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید در مترو تهران علیه رژیم اسلامی شوریدن بدون شک به دست شما هم رسیده. این تصاویر در مدت کوتاهی فراگیر شد و ساعتی بعد خبر بازداشت این 2 نفر منتشر گردید، در حالی که حکومت آگاهانه تلاش میکنه القا کنه که این افراد ارتشی نبودند و موضوع رو کم اهمیت جلوه بده. موج واکنش ها تنها محدود به ایران نمونده. گیلا گملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار عکس این 2 نفر به زبان فارسی نوشت: بدینگونه شروع می شود. صفحه رسمی ارتش دفاعی اسرائیل در ایکس نوشت: هر ایرانی که از سر فرود آوردن به سرکوب سر باز میزند و برای آزادی می جنگد در کنار قهرمانان تاریخ ایران ایستاده است. اگر رستم و کاوه امروز زنده بودند، همه میدانیم در کدام سوی می ایستادند. ما در ادامه این موضوع رو بررسی و تحلیل خواهیم که در سوی دیگه نشریات بین المللی این روزها به موضوع جنگ دوم میان رژیم اسلامی و اسرائیل پرداختند. برخی گزارش‌ها از جمله نشریه اکونومیست خامنه‌ای رو هدف اصلی اسرائیل توصیف کرده و نوشتن که اسرائیل ممکنه با هدف تغییر رژیم وارد جنگ بشه. ابعاد احتمالی این جنگ و پیامدهای حذف احتمالی خامنه‌ای هم از محورهای اصلی بحث امروز ما خواهد بود. و اما برای بررسی دقیق‌تر این موضوعات همراه هستیم با چهره آشنا برای شما، آقای منشه امیر، کارشناس برجسته امور خاورمیانه. آقای امیر، درود بر شما، خوشحالیم که بار دیگه همراه ما هستید. درود بر شما، بر بینندگان، و آرزوی بهترین ها برای ملت ایران و امید صلح و همزیستی برای همه انسان ها در سراسر جهان. سپاسگزارم از آرزوی خوبتون. مطابق همیشه ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای امیر، نخستین پرسش رو از تصاویر 2 تن از نیروهای ارتش آغاز کنیم. از نگاه شما این اقدام چه پیام سیاسی و اجتماعی برای رژیم اسلامی داره؟ آیا میتوان این رو نشانه ای از آغاز شکاف جدی‌تر در بدنه نیروهای مسلح برشمرد؟ ببینید، الان مدت‌های مدیده که مردم ایران به این نتیجه رسیدند که این رژیم یک رژیم نالایق، بیکفایت، بی تجربه است. آنچه که خوب بلدن دزدی و غارت کردن چپاول خزانه ملی است و آنچه که در راهش هستن فتنه‌گری و به راه انداختن جنگ است. به دنبال بمب اتمی میرن، به دنبال موشک‌های میرن که اروپا و آمریکا و مسلماً اسرائیل رو بتونه هدف قرار بده و برای رسیدن به این هدف میآیند و میلیاردها دلار از پول ملت ایران، پولی که در واقع در خزانه وجود نداره، رو به گروه‌های نیابتی خودشون میدن. همینطور که اخیراً گزارش رسید که 1 میلیارد دلار از پول ملت ایران رو در این شرایط بسیار سخت اقتصادی که مردم پول برای خریدن دارو ندارن به حزب الله لبنان دادن. این است که روز به روز نارضایی و ناخرسندی بیش و بیشتر میشه. حکومت برای ترساندن مردم بر تعداد اعدام‌ها به نحو جنایتکارانه و تکان دهنده افزوده. جوانان ایرانی رو یا توی اتومبیلشون میکشن یا به دار میآویزن و دیگران رو شکنجه میکنن. همه اینها برای ترساندن مردم. ولی میبینیم که شهامت و جرأت مردم ایران روز به روز بیش و بیشتر میشه، به ویژه خانم ها که واقعا باید تحسینشون کرد که اینها رو بهشون میگفتن ضعیفه، ولی الان معلوم میشه که نیرومندترین و مقاومترین انسان ها هستن. اینها تونستن رژیم رو در مورد حجاب به زانو درآورند و روز به روز تعداد خانم هایی که جرأت میکنن بدون حجاب به خیابان و مجامع عمومی برن بیش و بیشتر میشه. آنچه که رخ داد و همونطور که گفتیم بازتاب بسیار گسترده داشت، یک امر بی سابقه بود. بی سابقه به خاطر اونیفرم،
بی سابقه، به خاطر اینکه اینها تنفر خودشون رو نسبت به رژیم با به اعتزاز در آوردن یا لااقل با دو دست دو طرف گرفتن پرچم شیر و خورشید نشان دادن و این یکی از شیوه های جدید ابراز مخالفت با حکومت ایرانه. شیوه های دیگری هم وجود داره و اونها هم گسترده میشه، مثل آتش زدن عکس خامنه‌ای که در سراسر ایران کلیپ هایی رو ما دیدیم که این عکس رو به آتش میکشن. خانمی گفت که من چون عکس خامنه‌ای رو نداشتم از کتاب درسی فرزندم عکس او رو کندم و به آتش کشیدم. اینها شیوه های ابراز مخالفت مردم ایران علیه با رژیم و نشان ایستادگی و ادامه مبارزه ملت ایران تا رسیدن به آرمان‌های ملی خودشون که همانا بر افتادن حکومت کنونی در وطن است. آقای امیر، بلا فاصله بعد از انتشار تصاویر این دو تن، این در حقیقت این دستگاه تبلیغاتی رژیم سعی کرد که این موضوع رو کم اهمیت جلوه بده. بسیاری گفتن از اینا سلطنت طلبه بودن که دستفروش بودن، بهشون پول دادن اومدن لباسهای دزدی تنشون کردن و چیزهای از این قبیل. به نظر میرسه خیلی سراسیمه هستن به خاطر اینکه ریزش نیروهای مسلحی که در واقع حکومت‌ها رو مزمحل میکنه. اگر ممکن از این زاویه هم بهش نگاه بکنیم. بله دقیقاً این امرم خیلی مهمه که خب ببینید این رجزخوانی ها و دروغ پردازی های حکومت رو هرگز باور نکنید. میآیند و مرد جوانی رو که عکس خامنه‌ای رو به آتش کشیده توی اتومبیل با شلیک گلوله میکشن، بعد هفتی رو کنارش میذارن که ادعا بکنن که خودکشی کرده، عاشق یه دختر بوده و غیره و غیره. در این که این دو تن اونیفرم نظامی به تن داشتن، اونیفرم ارتش ایران رو به تن داشتن، تردیدی نیست. حالا حکومت میگه که اینا گلابی بوده و اینها عضو ارتش نبودن. احتمال بسیار زیاد داره که اینها ارتشی بودن که از جان خودشون گذشتن. ببینید چقدر شهامت نشان داده میشه که اینها بیاین با اونیفرم ارتش ایران پرچم شیر و خورشید رو در مترو، جایی که رفت آمدها بسیار زیاده، به نمایش بگذارن و جان خودشون رو به خطر بیاندازن. این یک امید دیگر رو هم تقویت میکنه و اون این است که وقتی مبارزه ملت ایران آغاز بشه، هم در صفوف ارتش و هم در صفوف سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگری مثل بسیج و فتا و ناجا و واجا و زیاده که آدم اسمشون همه رو نمیتونه به یاد داشته باشه، در اونجا هم ممکنه شکافی پدید بیاد و شماری از این افراد نهادهای سرکوبگر اسلحه خودشون رو به سوی فرماندهان خودشون و به سوی رژیم هدفگیری بکنن و به ملت بپیوندن. روزی که چنین حادثه‌ای رخ بده و این دگرگونی به وجود بیاد، مسلماً میشه فاتحه رژیم رو خوند و از این نظر هم حکومت بسیار نگرانه، به خاطر اینکه در مجموع زن و فرزند اونهایی که در سپاه و بسیج و نیروهای سرکوبگر دیگر هستن، اونا هم عضوی از جامعه هستن، اونا هم از گرانی رنج میبرن، اونا هم حقوق ماهیانه‌ای که میگیرن کفاف معاش خودشون رو نمیده و وقتی که فکر میکنن چه کسی عامل این بدبختی و فقر و ذلت و مصیبت هست، مسلماً انگشتشون به طرف حکومت نشانه میره و از این نظر این احتمال که اگر یک خیزش همگانی جدی آغاز بشه در میان سپاه، بسیج و ارتش هم شکاف‌های ایجاد خواهد شد و برخی از اونها به ملت خواهند پیوست، احتمالش بسیار بسیار زیاده. بله، در طول جنگ 12 روزه هم رسانه‌های خود رژیم
گزارش رو منتشر کردن که بسیاری از سربازان ترک خدمت کرده بودند، هشدار صادر می‌کردند که ترک خدمت در زمان جنگ فلان است و بهمان است. خب این نشون میداد که در پادگان‌ها در میان نیروهای نظامی چه خبره. به نظر میرسه اسرائیلی‌ها خیلی از نزدیک دارن این تحولات رو دنبال میکنن. من به توییت وزیر علوم و فناوری اسرائیل اشاره کردم، دیدم که ارتش دفاعی اسرائیل هم یک تصویری از این دو منتشر کرده، یک پیامی در مورد تاریخ ایران منتشر کرده که اگر کاوه و در حقیقت بزرگان تاریخ ایران بودن، تاریخ اساطیری ایران، هم امروز در سمت درست تاریخ می ایستادن. خیلی جالبه که اسرائیلی انقدر دارن از نزدیک دنبال میکنن. علتش چیه؟ آقای بر شما شگفت زده شدین. علتش نه. خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است. الان سالیان درازه که منابع اطلاعاتی اسرائیل، دولت اسرائیل، سیاستمداران اسرائیلی اوضاع در داخل ایران رو دقیقا زیر نظر دارن، دنبال میکنن. وقتی که موساد اسرائیل دقیقا میدونه که فرماندهان ارتش کجا هستن و حتی یک دانشمند اتمی رو که شب به جایی که در اتاق خوابش بخوابه میره تو سالن پذیرایی میخوابه و هدف قرار میدن و طوری میزننش که به دیگر ساکنان خانه آسیبی وارد نشه، این نشون میده که اسرائیل با چه دقتی این اوضاع رو دنبال میکنه. بنابراین خانم گیلا گملیل، وزیر نوآوری و دانش اسرائیل که خودش میهماندار شاهزاده رضا پهلوی بوده و خودش بارها از گروه‌های ایرانیانی که دعوت شدن از اسرائیل دیدن بکنن باشون ملاقات کرده و بارها گفته است که سال آینده در تهران ایشون هم اوضاع رو از نزدیک دنبال میکنه و ملت ایران رو تشویق میکنه و خرسنده که این جنبش و این خیزش به تدریج پله به پله و لحظه به لحظه در میان مردم ایران گسترده تر میشه. بله، بر کسی پوشیده نیست که اسرائیلی ها احاطه کامل بر ایران دارن، ولی اهمیت در حقیقت این تصاویر که از مترو تهران منتشر شد این بود که به هر حال نخستین بار ما میبینیم به شیوه آشکار نظامیان، ارتشیان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید به میدان آمدن. و خب اسرائیلی ها میدونن حتی در صورت حذف خامنه‌ای اگر شاهد قیام ملی نباشیم یا ریزش نیروها، رژیم لزوما سقوط نمیکنه. شاید از این منظر برای اونها هم خیلی مهمه که شاهد این ریزش ها باشیم. این گونه هم میشه بهش نگاه کرد، درسته؟ بله. بسیار عالی. حالا برگردیم به، در واقع بپردازیم به محور دوم گفتگو. در مقدمه گفتم که اکونومیست و یک دوجین از این رسانه بین المللی دیگه دارن از جنگ دوم صحبت میکنن، به نظرشون انگار قطعیه، دارن ابعادش رو تحلیل میکنن. بسیاری معتقدن که جنگ دوم با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی آغاز میشه، تارگت اصلیش علی خامنه‌ای. پیامدهای حذف خامنه‌ای در یک جنگ احتمالی از نظر شما چه خواهد بود؟ ببین، بسیار دشواره که ما الان بتونیم حدس بزنیم که چه خواهد شد. پیش از اینکه جنگ 12 روزه شروع بشه یا لااقل در روز اول این جنگ نگرانی بسیاری وجود داشت که اگر اسرائیل بیاید و خامنه‌ای رو در اون مرحله بزنه، سپاه پاسداران بلافاصله قدرت رو به دست خواهد گرفت و حکومت ایران از یک حکومت دینی و غیر نظامی که به هر حال محدودیت‌هایی برای خودش قائل هست به دست یک حکومت نظامی میگرده که دیکتاتور منش که هست هیچ، بلکه جنگ طلب هم هست و در سرکوبگری هم هیچ حد و حدودی برای خودش نمیشناسه. این در روز اول جنگ 12 روزه بود، ولی این 12 روز اوضاع رو به کلی عوض کرد و با احتمال داره که حذف خامنه‌ای و قشر سیاسی حکومت ایران هم در دستور کار بود. منتها آقای ترامپ ترجیح داد که جنگ رو بعد از 12 روز متوقف بکنه و برنامه‌ها ناتمام مانده. الان تمام گزارش هایی که به دست ما میرسه و مشورت هایی که با منابع خبری میکنیم حکایت از این داره که اگر جنگ دیگری رخ بده، یکی از هدفهای اصلی حذف بخش سیاسی حکومت هست و به این امید که
هم حذف بخش سیاسی حکومت و هم نابود کردن مراکز قدرت سپاه پاسداران و سرکوبگری ها در سراسر ایران که اونها رو بسیار ضعیف بکنه، باعث بشه که گروه های زیادی از افراد بسیج و سپاه و غیره فرار بکنن و از این نیروها بیرون بیان و اون موقع سپاه بسیج اونقدر تضعیف بشن که مردم این فرصت رو داشته باشن که به خیابان ها بیان و یک خیزش همگانی رو ایجاد بکنن و موجب بر افتادن رژیم بشن. همه احتمالات هستش. باز الان هم در داخل ایران طبق منابع خبری که ما ازشون کسب اطلاع کردیم، حتی در خود رده سیاسی حکومت ایران هم الان پشپش هایی جریان داره که شاید بیاییم و به ترتیبی علی خامنه‌ای رو کنار بزنیم، بیاییم با آمریکا وارد مذاکره بشیم، بیاییم مثل احمدالشهر در سوریه یک چهره صلح طلب از خودمون نشون بدیم. غرب راضی میشه، غرب ساکت میشه، غرب آرام میشه و ما میتونیم به حکومت ادامه بدیم و به چپاولگری و دزدی‌های خودمون ادامه بدیم. این تصوراتی است که الان در بخشی از رده سیاسی حکومت و سیاستمداران و حتی در میان سپاه پاسداران داره رشد میکنه، ریشه میدوانه و ممکن است که خود اونها، نمیگم کودتای نظامی بکنن، قابل پیش بینی نیست، ولی همونها وضعی رو به وجود بیارن که بتونن خامنه‌ای رو حذف کنن و یا اینکه خامنه‌ای در اثر بیماری یا بالا بودن سنش خودش فوت بکنه و صحنه رو خالی بکنه. آیا امیر، پس این تیتری که میزنن اسرائیل با هدف تغییر رژیم وارد جنگ میشه، یه جورایی میشه گفت گمراه کننده هم هست، چون برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به قیام ملی هم احتیاج، یعنی دو بال پرواز که شما در یه گفتگویی که داشتیم گفتین این بال پرواز طرف ملت ایران خیلی باید توانمندتر باشه تا حمله هوایی، چون رژیم ها بدون حمله صرفا با حمله هوایی سقوط نمیکنن. نقش مردم به نظر میرسه بی بدیله، اسرائیل نمیتونه به جای ملت ایران انقلاب کنه، درسته؟ مسلماً اسرائیل بارها این موضوع رو بیان کرده و روشن کرده که برانداختن رژیم وظیفه و رسالت خود ملت ایرانه. اسرائیل فقط جنبه نظامی قضیه رو در نظر داره و امنیت خودش رو میخواد، ولی همین اقداماتی که اسرائیل انجام بده و همین ضرباتی که بر پیکر سپاه پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر رژیم وارد بیاد، همینها اونها رو تضعیف میکنه و وقتی اونها ضعیف شدن، ملت ایران با جرأت و شجاعت بیشتری میتونه به پا خیزه و این رژیم رو براندازه. به هر حال برانداختن رژیم رسالت و وظیفه خود ملت ایرانه و ها هستند که این امکانات رو در اختیار دارن. دقیقا همینطور، هیچ کس نمیتونه جای ملت ایران رو بگیره. اصولا عرض کردم من دست کم مطابق مطالعاتی که داشتم ندیدم که یک حکومت، یک رژیمی صرفا با حمله هوایی سقوط بکنه مگر نیروی روی زمین بوده باشه. نمونه‌های زیادی هم وجود داره، ولی خب یک گزارش نگران کننده هم اسرائیل هیوم منتشر کرد، فکر می‌کنم یکی دو هفته پیش بود، و اونجا گفته بود که اسرائیل از دو کار در جنگ اول اجتناب کرد: حذف خامنه‌ای و حمله به زیرساخت‌های اقتصادی. مسئله حذف خامنه‌ای که باعث خوشحالی ماست، اما حمله به زیرساخت اقتصادی خب برای ایران ممکنه گرون تموم بشه. ما درک میکنیم که در حقیقت این زیرساخت اقتصادی ایران در خدمت ماشین جنگ خامنه‌ای، کمان که زیرساخت اقتصادی آلمان که توسط متفقین مورد حمله قرار میگرفت در خدمت رژیم نازی بود، ارتش ورماخت بود. این رو درک میکنیم، اما به نظر میرسه این برای ایران خوب نخواهد بود، چون حتی اگر منجر به سرنگونی رژیم اسلامی بشه، ایران یک فیلد استیت میشه و در حقیقت کنترلش بعد از رفتن جمهوری اسلامی هم دشواره. بدون گاز، بدون برق، بدون منابع خیلی دشوار خواهد بود. اگر ممکن در این ارتباط هم صحبت کنید، چقدر ممکنه زیرساخت اقتصادی هم مورد حمله قرار بگیره؟ من فکر میکنم که این خبر مطلقاً درست نیست. در پیش از حمله 12 روزه هم چنین شایعاتی منتشر شد. اسرائیل خیال نداره
و نیاز نداره که زیر ساختها رو بزنه. ببینید زیر ساختها رو میزنن به خاطر اینکه منابع مالی حکومت رو حذف بکنن که رژیم دیگه دلار دستش نیاد که بتونه اسلحه بخره یا مقاومت بکنه. ولی در شرایط کنونی ایران هیچ نیازی به زدن زیر ساختها نیست، به خاطر اینکه زیر ساختها درآمدی برای حکومت نداره. به علاوه خود زیر ساختها الان با مشکل مدیریتی روبروست. آقای امیر ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، ولی در ماه گذشته میلادی بالغ بر 2 میلیون بشکه نفت به چین فروختن. آیا با این منطق نمیشه گفت مثلا ما خارگ رو بزنیم که دیگه رژیم نتونه نفت صادر بکنه؟ خب ما میدونیم 85% نفت ایران از این جزیره صادر میشه، از زیر ساخته این جزیره. ببینید الان در مرحله کنونی ما میبینیم که روز به روز تحریم های ایالات متحده و کشورهای اروپایی بیش و بیشتر میشه و فروش نفت ایران روز به روز دشوارتر میشه. پولی که به ایران برمیگرده بسیار کم میشه. به هر حال ممکنه خارگ رو بزنن ولی اون زیرساخت‌های ملی ایران محسوب نمیشه. یک تأسیساتی است که برای بارگیری نفتکش هاست و اگر بزنن خیلی ساده میتونن بزنن، اون موقع بارگیری نفتکش ها متوقف میشه، ولی این زیرساخت محسوب نمیشه، چون وقتی که رژیم بیفته و حکومت به دست مردم انتقال پیدا بکنه به آسانه میشه این پایانه نفتی رو دوباره برپا کرد. منظور از زیرساخت‌ها اگر برق و آب و گاز و اینها باشه مسلماً کار نادرستی است و من بعید میدونم که اسرائیل چنین برنامه‌ای داشته باشه و اگر خبری هم در این زمینه منتشر شده فقط در حد یک شایعه و احتمال بوده و واقعیت نداره. بله، در همون گزارش نوشته شده بود که مقامات اسرائیل امیدوارن که شاید یک قیام داخلی باشیم و کار به جنگ دوم نکشه. بنابراین میشه از این منظرم نگاه کرد که نقش ملت ایران بی‌بدیله. نمیشه تا انتهای دنیا منتظر بشینیم که اسرائیل رژیم رو بندازه. اسرائیل اگر ببینه که در حقیقت این زیرساخت‌های اقتصادی در خدمت رژیمیه که بمب میریزه رو سر اسرائیلیا، موشک میده دست روسیه، ممکن اقدام بکنه. منطقی هم هست، 2 به علاوه 2 میشه 4. من خیلی ناراحتم از اینکه زیرساخت اقتصادی ایران مورد حمله قرار بگیره، ولی راه حل این که جلوشو بگیریم اینه که در میدان باشیم، در خیابان باشیم و بتونیم از این فاجعه جلوگیری بکنیم. باید اینا رو در نظر بگیریم. می‌خواستی چیز اضافه کنی درسته؟ ببینید دوباره من تکرار میکنم، هیچ یک از زیرساخت‌های ایران برای رژیم پول نمیاره، فقط صادرات نفته. صادرات نفت رو هم ایالات متحده و کشورهای اروپایی از طریق شدت بخشیدن به اجرای تحریم‌های بین المللی سعی میکنن به صفر برسانن. و باز تکرار میکنم حتی اگر پایانه خارگ رو بزنن به این هدف که صادرات نفت حکومت ایران متوقف بشه، این ساخت‌ها محسوب نمیشه، بلکه یک تأسیساتی است که پول میاره برای رژیم و وقتی که زدن و ویران کردن و رژیم افتاد و یک حکومت مردمی در ایران به وجود اومد، با هزینه معینی میتونن خارج رو دوباره بنا بکنن. این از نظر من زیرساخت ملی ایران چندان محسوب نمیشه. آره، ولی اگر مثلا به پارس جنوبی حمله بشه که 70% گاز ایران رو تامین میکنه، وضعیت خیلی متفاوت خواهد بود. یا پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بخش بزرگی از بنزین ایران رو تامین میکنه. اینجاست که زنگ خطر به صدا در میاد. نباید خوشخیالانه به نظر من بنشینیم تا ابد که اسرائیل این کار رو نمیکنه. ممکنه منافعش ایجاب بکنه این کار رو بکنه. اگر آقای ایلدار ببینید هر ارتشی و هر حکومتی یک رده های ارجحیت داره. برای اسرائیل ارجحیت اینه که توان تهاجمی رژیم ایران خنثی بشه، در مرحله بعدی پولشون قطع بشه و به نیابتی ها دیگه پول نداشته باشن بدن. الان عرض کردم الان تحریم های بین المللی، تحریم های ایالات متحده است علیه نفتکش ها. اگر به نتیجه کامل نرسه اون موقع ممکنه پایانه خارگ رو بزنن
و به این هدف که صادرات نفت حکومت ایران کاملا متوقف بشه. ولی باز تکرار میکنم، این وقتی که این حکومت عوض بشه و مردم ایران قدرت خودشون رو به دست بگیرن، به آسانی میشه پایانه خار رو از نو بنا کرد. نگران نباشه. بسیار عالی. بنابراین ما حرف شما رو حجت میگیریم، قرار نیست گویا به زیر ساخته حمله بشه، چون نگرانی بزرگی برای تمام نیروهایی که ایران دوست هستن. به هر حال ما نمیخوایم با یک کشور ویران روبرو بشیم و خود اسرائیلی هم نحوه عملکردشون در جنگ 12 روزه نشون میده که اصلا قرار نبود از ایران کشور ویران بسازن. امکاناتش رو داشتن، وقتی که آسمان ایران در اختیارشون بود میتونستن به مواردی که گفتم حمله بکنن. ضمن این که ما دیدیم در طی جنگ 12 روزه از حمله به پایگاه ارتش اجتناب شد. اگر جایی هم حمله شد مربوط به پدافند بود. اینم خیلی پیام بزرگی به ما میده. اگر ممکنه عدم حمله اسرائیل به پایگاه ارتش رو هم برای ما تحلیل کنید، علتش چی بوده؟ ببینید، ارتش متاسفانه در ایران یک نهاد خنثی شده است. موشک ها در اختیار سپاه پاسدارانه، تمام برنامه‌های اتمی حکومت در اختیار سپاه پاسدارانه، تمام پول‌هایی که در اختیار نیابتی ها قرار میگیره توسط سپاه پاسداران رد و بدل میشه. سپاه بر قدرت نظامی ایران کاملا مسلطه و دوباره عرض میکنم، وقتی که یک کشوری مثل اسرائیل حمله میکنه چیزهایی رو میزنه که برای خنثی کردن دشمن مؤثر باشه. میره فرماندهان حکومت سپاه پاسداران رو میزنه، میره دانشمندان اتمی رو میزنه، میره مراکز اتمی رو میزنه، میره مراکز موشکی رو میزنه، میره مراکز فرماندهی نیروهای سرکوبگر رو در تهران میزنه و سعی میکنه که به جان مردم آسیبی وارد نشه. یعنی یک کشوری مثل اسرائیل یا ارتش اسرائیل برنامهش رو طوری تنظیم میکنه که فقط هدفهایی رو نابود بکنه که وسیله برای تلاش جنگی و تهاجمی حکومت هست و نه کمتر از این و نه بیشتر از این. ولی در مورد حوثی‌ها دیدیم که نیروگاه برق هم حمله شد. اینجاست که میشه گفت نگاه اسرائیلیا به مردم ایران با نگاهی که به مردم تحت سلطه حوثی‌ها دارن فرق میکنه، درسته؟ من متاسفانه خوب نشنیدم، صداتون خوب نمیرسه. عرض کردم که ولی دیدیم در جریان حمله به حوثی‌ها نیروگاه‌های برق هم مورد هدف قرار گرفت، ولی در مورد ایران این گونه عمل نشد، چون فکر میکنم بین مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی فرق قائلن. ببینید، مراکز برق حوثی‌ها وسیله برای به راه انداختن تشکیلات تهاجمیشون بود، بنابراین مسلمه که اسرائیل اونها رو خواهد زد. برق برای حوثی‌های یمن یک وسیله جنگی بود، ولی در ایران وضع فرق میکنه و سپاه پاسداران و همه نیروهای سرکوبگر خودشون وسایل تولید برق مستقل خودشون رو دارن و دلیلی نبود که اسرائیل بیاد زیر ساختهای نیروگاه‌های برق ایران رو بزنه. متوجه شدم. بسیار عالی. به عنوان سوال آخر، شما صحبت‌های پزشکیان رو شنیدید. بله. گروهی میگن این یه گرایی بوده به اسرائیل و آمریکا که این حزب خامنه‌ای بن‌بست شکنه و ما میایم بعدش با شما میسازیم. آیا شما این تحلیل رو قبول دارید؟ من قبول ندارم، فقط میخوام نظر شما رو بدم. ببینید، من عرض کردم الان مدتی است که گزارش‌های جسته و گریخته‌ای به دست ما میرسه که در داخل حکومت، در سطح مدیریتی و سیاسی و شخصیت‌های جناح راست و جناح چپ و نمیدونم اصلاح طلب و گروه های دیگه، این زمزمه وجود داره که شاید کل مشکلی که ما داریم مشکل مربوط به علی خامنه ای است و بیاییم و به یک ترتیبی علی خامنه ای رو کنار بذاریم. وقتی که این هدف تامین بشه، اون موقع ممکن است که تغییرات اساسی در وضع به وجود بیاد. شاید همین شایعات بود و انتشارش از طرف با در برنامه سخن کوتاه من شمیر که هر بامداد ساعت 10 به وقت تهران تو یوتیوب قرار میگیره،
شاید همین پخش این خبر انحصاری بود که موجب شد که آقای پزشکیان بیاید و هشدار بده که وای به روزی که مقام معظم رهبری ما حذف بشه و این خیمگاه فرو خواهد باشید و همه ما فرض کنید که یک کشتی هست که به گل نشسته و داره غرق میشه، همه ما با این کشتی غرق خواهیم شد. در واقع به نظر من سخنان آقای پزشکیان هشداری به مقامات حکومتی بود که مبادا به فکر تغییر یا حذف علی خامنه‌ای بیفتید. فدوی هم همین حرف رو زد و شروع کرد به تعریف و تمجید کردن از خامنه‌ای و چقدر وجود او و قدرت رهبری او برای ادامه رژیم لازمه و واجبه. بنابراین نمیشه این رو در این چارچوب دید که او خواسته گرا بده یا این نشانه رو بفرسته که حزب خامنه‌ای بن‌بست شکنه، درسته؟ به هر حال ما انتظار تحولات بسیار گسترده‌ای رو در داخل ایران داریم. من دوباره تکرار میکنم سال کنونی خورشیدی رو من سال امید نام نهادم و روز به روز ما به رسیدن به این امید نزدیک و نزدیک‌تر میشیم. سپاسگزارم آقای امیر. این حرف پایینیتون بود یا اگر حرف پایینی دیگه دارید هم میشنویم؟ سپاسگزارم و دوباره برای بینندگان شما درود میفرستم و آرزوی بهترین ها برای ملت ایران. خداحافظ. سپاسگزارم آقای امیر، ممنون که وقت گرانبهاتون در اختیار ما قرار دادید. از شما هم میهنان عزیزم که تا به انتها به تماشای این نوبت از برنامه نشستید هم بی‌نهایت سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، بدرود.